سلام، حالتون چطوره؟ خوبید؟ روزتون بخیر، شبتون بخیر، عاقبتتون بخیر. بریم با هم درس 57 رو شروع کنیم. در این درس نوع دیگه ای از سوالات غیر مستقیم رو تمرین میکنیم با عنوان Yes No Questions که برای تبدیل این جملات کلمه سوالی جمله مستقیم رو حذف میکنیم و به جاش از if یا whether استفاده میکنیم که معنیشون به فارسی در این جملات میشه که آیا. این if یا whether کارش اینه که جمله پایه و جمله پیرو رو به هم وصل کنه. پس در واقع با یه پل ارتباطی جمله سوالی غیر مستقیم میسازیم. بریم تمرین کنیم. اونا والدینت هستن؟ Are they your parents؟ میتونی به هم بگی که آیا اونا والدینت هستند؟ Could you tell me if they are your parents؟ بچه ها یادتونه در درس قبلی مثلا میگفتیم Could you please tell me what this is؟ میشه به من بگی که این چیه؟ داشتیم ازش توضیح میخواستیم برامون شرح بده یا یک مسئله رو برامون باز کنه. اما الان فقط سوالمون چه جوابی میخواد؟ بله هستند، خیر نیستند. جوابمون هم خیلی ساده است. Yes they are. No they aren't. مثلا توی همین سوالی که داشتیم. تمرین بعدی. دارن میان اینجا؟ Are they coming here؟ میتونی بهم بگی که آیا اونا دارن میان اینجا یا نه؟ Can you tell me if they are coming here or not؟ اون خانم همسر شماست؟ Is she your spouse؟ میتونید به ما بگید که آیا اون خانم همسر شماست؟ Can you tell us if she is your spouse؟ داره برف میاد؟ Is it snowing؟ ازش بپرسید داره برف میاد؟ Ask him if it is snowing. داره بارون میاد؟ Is it raining؟ میشه به من بگی که آیا داره بارون میاد؟ Could you tell me if it is raining؟ میشه به من بگی که آیا شما از ایران میاین؟ Could you tell me if you're from Iran؟ یا اینکه میتونستیم بگیم که میشه به من بگید که آیا شما اهل ایرانید؟ Could you tell me if you're from Iran؟ میشه به من بگید که آیا شما انگلیسی رو دوست دارید؟ Could you tell me if you like English؟ میتونی به من بگی که آیا متأهل هستی؟ Can you tell me if you're married؟ میشه از منشی بپرسید که آیا جلسه فرداست؟ Could you ask the secretary if the meeting is tomorrow؟ ازش بپرسید که آیا امتحانش رو قبول شده؟ Ask her if she passed her exam. ازش بپرسید که آیا آدرسش رو داره؟ Ask her if she has his address. بچه لحن منو متوجه شدید؟ جمله رم دقت کردید؟ جمله امریه اینجا، سوالی نیست، ولی با یه if معنیش شده که آیا. ازش بپرسید، ازش بخواید. یه جمله دیگه، ازش بپرسید که شام خورده. Ask him if he has eaten dinner. ببینید سوال هست در انتها ولی جمله امریه. لحنمون لحن سوالی نیست، امریه اینجا. میشه از برادرتون بپرسید که آیا قصد داره ماشینش رو عوض کنه؟ اینجا سوالیه کاملا. میشه بپرسید، دارم درخواست میکنم. Could you ask your brother if he's gonna change his car؟ بابا بپرس که آیا میتونه ما رو ببره پارک؟ Ask daddy if he can take us to the park. ازش بپرس بابا بپرس. ازش بپرس امشب آزاده؟ Ask her if she is free tonight.
میشه از خانومتون بپرسید که آیا فیلمای اکشن رو دوست داره؟ Could you ask your wife if she likes action films? Action movies. Actually بچه ها توی امریکن معمولا مووی گفته میشه، فیلم گفته نمیشه. سرد اینجا. Is it cold here? بهم بگو که اینجا سرده. Tell me whether it is cold here. ببینید یه جور امر سوالی خاصه، لحنمون یه ذره خاصه، باید روش کار بکنید. معنی رو تو ذهنتون درست داشته باشید، خودش درست میشه. اون خانم خواهر شماست؟ Is she your sister? میشه به من بگی که آیا اون خانم خواهر شماست یا نه؟ Could you tell me whether she is your sister or not? این که کاملا سوالی بود. مادرتون داره آشپزی میکنه؟ Is your mother cooking? ING گرفته. میتونی به من بگی که آیا مادرتون داره غذا میپزه؟ یا اینکه میتونی بگیم آیا مادرتون داره آشپزی میکنه؟ Can you tell me whether your mother is cooking? بلدی موتور برونی؟ Can you ride a motorcycle? ازش بپرسید که بلد موتور سواری کنه. Ask him if he can ride a motorcycle. امر سوالیه. این اطلاعات درسته؟ Is this information correct? میخوام بدونم که آیا این اطلاعات درسته؟ I wonder whether this information is correct. آیا به کمک نیاز داره؟ کمکی لازم داره اون خانوم؟ Does she need any help? میخوام بدونم که آیا اون خانوم به کمکی نیاز داره؟ کمک میخواد؟ I wonder whether she needs any help. یا میتونیم بگیم I wonder whether if she needs any help. با هم دیگه هم بچه ها با میتونن بیان. نگاه کنید. میتونیم هر دوشونو استفاده کنیم ولی if باید بعد از whether بیاد. آیا وقت کافی داریم که توی تعطیلات به شمال بریم؟ Do we have enough time to go to the north over vacation? میخوام بدونم که آیا وقت کافی داریم که تو تعطیلات بریم شمال؟ I wonder whether we have enough time to go to the north over vacation. این اتوبوس میره به مرکز شهر؟ Does this bus go to downtown? میشه بهم بگید لطفاً که آیا این اتوبوس میره به مرکز شهر؟ Could you please tell me whether this bus goes to downtown? ازشون بپرس که آیا آماده‌ان؟ Ask them whether they are ready. کلاس منو دوست دارین؟ Do you like my class? میخوام بدونم که آیا کلاس منو دوست دارین؟ I want to know if you like my class. یا میتونیم بگیم I wanna know if you like my class. یه ذره حرفه‌ای تره دیگه بچه ها. درس چندیم؟ 57. یاد بگیرید اینا رو دیگه. دیشب بابامو دیدی؟ Did you see my father last night? میخوام بدونم که دیشب بابامو دیدی؟ I want to see if you saw my father last night. I want to see. میگه میخوام بدونم. اون خانم با مدیر صحبت کرد؟ Did she talk to the manager? ازش بپرسید که آیا با مدیر صحبت کرد؟ Ask her whether she talked to the manager. خمیازه کشیدی؟ Did you yawn? میخوام بدونم که آیا خمیازه کشیدی؟ I want to know if you yawn. رفتی مهمونی؟ Did you go to the party? یعنی اون مهمونیه رو رفتی؟ The داره قبل party. میخوام بدونم که مهمونیه رو رفتی؟
I want to know if you went to the party. میخوای طلاق بگیری؟ Are you gonna get divorced? بهم بگو که میخوای طلاق بگیری؟ Tell me whether you're gonna get divorced. انگلیسی بلد حرف بزنه؟ Can she speak English? ازش بپرسید که آیا بلد انگلیسی حرف بزنه؟ Ask her if she can speak English. جواب سوالا رو باید با مداد بدم یا خودکار؟ Should I answer the questions in pen or in pencil? میبینید بچه ها in pen, in pencil با مداد با خودکار. میشه بهم بگید لطفاً که آیا جواب سوال ها رو باید با خودکار بدم یا با مداد؟ Could you please tell me whether I should answer the questions in pen or in pencil? مشقاش و تکالیف خونش رو انجام داده؟ Has he done his homework? ازش بپرس که تکالیفش رو انجام داده؟ Ask him if he has done his homework. خسته نباشید. پایان درس 57. اگر این آموزش برای شما مفید بوده، شاید برای دیگری هم مفید باشه. پس باهاش در میون بگذارید.